تکمیل دوره زندان متهم می‌سازند. آنان میگویند که پسرشان 2 سال پیش در جریان درگیری و قتل رسید و دادگاه قاتل وی را 16 سال زندان محکوم کرد، اما بر بنیاد فرمان رئیس جمهور قاتل پسرشان از زندان رها شده است. اما اداره امور تنظیم امور زندان ها میگوید که بر بنیاد قانون آن زندانیانی که به قتل متهم هستند تنها در حال 1 سوم دوره زندانشان بخشیده خواهد شد که خانواده مقتول قاتل را بخشیده باشد. فریبا سادات گزارش می‌دهد. اینان از کندوز برای دادخواهی به کابل آمدند. میگویند کسی که پسرشان را به قتل رساند و سپس به 16 سال زندان محکوم شد، پس از 2 سال اکنون از زندان آزاد شده است. بچه میره خشت یعنی 3 سالم نشده میره وقت اعلام میکنه. در 28 رمضان یادم قاتل برادر ما رها شد. بود 29 ما خبر شدیم مریضه ترتیب کردیم رفت سارنولی و سارنولی گفت که فرمان رئیس جمهور است. ما در فرمان رئیس جمهور رها کردیم و فرمانی که ما خواندیم بدون قاتل بدون ابرار رها نمیشد. در دوره پول و پیسه یادم رها شد. بستگان کسی که به قتل رسیده بود از حکومت عدالت میخواهند و میگویند که قاتل باید دوباره زندانی شود. چه میخواد پس قاتل ما بندی شود؟ و قد شنبه چرا او رقم میکنه؟ چرا اعلام میکنه؟ اما اداره تنظیم امور زندان ها میگوید که بر بنیاد قانون کسی که محکوم به قتل باشد از سوی خانواده مقتول براءت گرفته باشد در مدت زندانش تخفیف خواهد آمد. مطابق ماده دوم فرمان 8 ثور مقام عالی ریاست جمهوری جهت اتخاذ تدابیر بیشتر احتیاطی غرض جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی، محکومین جرایم قتل عمد که ابرای شرعی و رسمی مقتول را داشته باشند و یا بعد از صدور فرمان متذکره الا مدت 1 ماه ابرای شرعی و رسمی را ارائه کرده باشند 1/3 حصه از مجازاتشان تخفیف داده میشه. اما خانواده کسی که کشته شده است میگوید که به قاتل تا اکنون براءت ندادند. در همین حال شمار از حقوق